بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. إنك مدرسة خود را بعون الله سبحانه وتعالى از الحديث إمام نووي دوام مدهم. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. انظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله وعنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد بتقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. ولله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. مهم حديثي يعني إمام حافظ فقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي تحت حديث 37 چنین می‌فرماید که ابن عباس رضی الله عنهما از پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که وی در اثنای روایت از پروردگار تبارک و تعالی، این حدیث قدسی میگویند، چنین نقل کرد که هر آینه الله تعالی خوبی ها و بدی ها را مقرر نمود. یعنی چی خوبی است و چی مثال گیریم خوبی است، چی بدی است، همش نویس مقرر کرد، انق کرد. پس آنها را بیان کرده است. پس هر کی قصدی نیکی کرد و آن را انجام نرساند. مثلا یک کس نیت کرد که یک کاری نیک میکند و دستش نرسید که مثلا او را انجام دهد، الله تعالی آن را در نزد خود یک خوبی کامل می نویسد. و اگر قصد نیکی کرد و آن را به انجام رسانید، الله تعالی آن را در نزد خود 10 خوبی یعنی 10 نیکی تا 700 برابر و مرتبه های زیاد می نویسد. اکنون بینید برادران، و اگر قصدی بدی کرد و آن را ادا نکرد، نیتی بد داشت نکرد، عرق می نوشم گفت عرق ننوشید، الله سبحانه و تعالی آن را در نزد خود یک خوبی کامل می نویسد، یعنی با کامل گفته شده است. و اگر قصدی بدی کرد و آن را به انجام رسانید، الله تعالی آن را یک بدی می نویسد، یعنی کلمه یک، یعنی که یک تا زیاد نمی نویسد. این حدیث بخاری و مسلم روایت کردن در صحیحشان با همین حروف که خیلی که ذکر شده است. بعد از آن در آخر ابن ابو زکریا امام نووی می‌فرماید که پس ای برادر، الله ما و شما را توفیق بدهد، به لطف و مرحمتی بزرگی الله نظر افکن، نگاه کن لطف و مرحمتی الله را، و به این گفته ها با تأمل اندیشه کن. یکم مثلا و سخنی او تعالی که نزد خود گفته است، اشاره به توجهی مخصوص داشتن به آن نیکی است. دویم مثلا و سخنان او چه خیلی گفته است که کامل گفتن، در وقت نیکی کامل گفت، برای تأکید و توجهی بسیار نمودن به آن نیکی است که این نیکی رو دیدیم، مثلا او کامل گفته لپالی و ذکر میکنند. و در برابری بدیه که با آن قصد کرد و سپس آن را ترک کرد، الله آن را یک نیکی کامل می نویسد. پس آن را به لفظی کامل تأکید کرد، اما خیلی است. و اگر آن را انجام دهد مبادا، آن را یک بدی می نویسد، یک کاری گناه و ناچیز بدین آن را به لفظی یک
تأکید کرد، یعنی که بدی که خودش یک چیز ناچیزه برای من، او را یک گفته ذکر کرد و آن را به کامل تأکید نکرده است، خیلی که در ترک بدی ذکر کرد اینا و در مثلا گریم در نیکی که نیت کردن نیکی نکرد. پس حمد و منت الله را سبحانه و تعالی که ما بر او ستایش بر شماریدن نمیتوانیم. واقعا اگر ما یعنی که او را ستایش کردنش نمیتوانیم، او را به ستایش یعنی که به ستایش کردن شمردن نمیتوانیم ستایشی وی را. و توفیق و کامیابی از جانب الله توانا است. گفته شیخ هم خیلی میگوید. نکتفی و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.